این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان نازکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستان نازکل. اسبان خطلی و ادبیات تاریخی. آغاز گفتار 11. شنونده ارجمند، آنچه آوردیم زمینه تاریخی دارد و همزمان در علاقمندی با اسطوره آریایی درباره اسب، خاصه اسبان ختلانی می باشد. اسبان آبی ختلی را با عالم افسانوی دیو و پریان می پیوندند. در بستگی با اسطوره بوده که علی صفی شیرین سخنی می کنند. پری صورت به معنی دیوزاد است که از دیو و پری او را نژاد است و در جای دیگری داستان وابسته به کمال زمان اسب را می ستاید که بران باشد زمین بر خاک اندر، سخن آراستن از اسب و استر. قسمتی از پهلوانان اسطوره‌ای و قهرمان‌های واقعی به وسیله اسبان به مقصدهای خود نائل شدند. چنان ذکر شد در جهانگشایی و میدان نبرد اسب است که با مرد زور و توان می بخشد و کمرش را مستحکم می کند. واقعاً این چشمانداز به تاریخ و میدان محاربه ها ثابت می شود که رستم و رخش، بهرام گور و اشقر، خسرو پرویز و شبدیز، سیاوش و شبرنگ، امیر حمزه و اشقر، عوض و اشقر از هم جدا نیستند. می توان در این ردیف شیرین و گلگون را نیز نام برد. و مردم ما را آیین این بوده است که به اسبان نامهای زیبای شاعرانه وابسته به خلق و رنگ بدهند. عالم تاجیک به نظر غفار معتقد است که کلمه کتابی آری رخش معنی خالدار سفید با سیاه را دارد. نیاگان این نمود اسب را خوشگام و نیرومند می شمارند و اسبان با رنگ سفید، سیاه، سیاه کمیت را زیب اشرافزادگان دانستند. بنابر مشاهده کارآگاهان اسبی که نشانه در پیشانی دارد از بهترین هاست. اسبی که کمر پرقوت، گردنی بالا و رفتار زیبا دارد مهربان است. اگر گردن فتاده دارد تنبل و ترسوست و اسبی که رانهای پرقوت و پایهای راست دارد دوند می شود. چنان گفتند چو باشد راست پاهایش دوند است، کژی در دست و پایش ناپسند است. شنونده ارجمند، در ادبیات تاجیک بیش از 50 شاهنامه ایجاد شده است
اما شاهنامه فردوسی را می توان از منبع مهم در شناخت مقام اسب همچون یاری صادق آدم دانست. ستایش رخش در شاهنامه از قهرمانان داستان کم نیست. در بخش جنگ رخش با شعر از خصوص جانیساری اسب رستم سخن می رود. این شعر خواست و نخست به رخش حمله کند. چو آتش بجوشید رخش آن زمان، و دو دست اندر آورد و زد بر سرش، همان تیز دندان به پشت اندرش، همه زدش بر خاک تا پاره کرد، ددی را بدان چاره بیچاره کرد. زمانی که رستم در خواب بود، رخش با اژدها رزم آورد و برای نجات رستم تلاش نمود. همه کوفت بر خاک روی نسوم، چو تندر خروشید و افشاند دم. و رخش در نسبت تهمتن صداقت می افزود که از اژدها به او آسیبی نرسد. دلش زان شگفتی بدو نیم کرد که از رستم و اژدها بیم کرد. خروشید و جوشید و برکند خاک، زینالش زمین شد همه چاک چاک. و رخش در دو حالت هم به نجات قهرمان اساسی شاهنامه رستم آمد و نجات بخشیدش. در زمان ما نیز چنین هست و شاعرانی است که از اسب صفت میکنند. دولت سفر از عالم دوست صادق انسان بودن اسب با خبر است و در پیروی به بزرگان ادبیات در صفت اسب به ویژه چشمان او تصویری زیبایی را کاربست میکند. همان زیبی عالم به چشمان اوست که شامش همیشه چو صبح نکوست. اپوس مردمی گرگولی نیز در همین مرتبه است و از وفاداری و صداقت اسب حکایه میکند. در جای حیله‌گری اسب نیز آمده که معنای مکاری میدهد، ولی فتنه‌گر نیست، چاره‌ساز است و هوشیار. برای رهیدن از بلا و آفت‌ها زیرکی دارد. در مورد اشقر که این اسب عوض است و گوکشان راه میگردد گفته می شود: حیله‌گر قیری عوض شاه، گاه به سر می رود گاه به نولا. این صفتی که در میان مردم است. با نول یعنی با فوق گوکشان رفتنش را تصویر کرده است راوی گرگولی. اسب در عصرهای میانه و پسان تا کشف تکنیک‌های خودگرد مورد توجه بیشتری بود. در عالم حیوانات شاید یگانه و ممتاز باشد که از هر جهت آموخته شده است، زیرا از روی ترکیب و ساخت بدن همچنان سراب، موزون و مناسب و خوش صورت است. به قول احمد طوسی، اسب جانور شریف است و ترکیب نیکو دارد و قوت تمام و یقین سبب کشفیات و دستاوردهای انسان هاست. از نکته های بررسیده برمی آید که به چند عامل اسب شایسته پرستی شد. بنا به تحقیق احمد طوسی، اسب خاصیت تیزبینی دارد و در شب همه چیز را می بیند. از حیوانات رعنایی یعنی ارگوش را فقط اسب و خروس کرده می توانند و طاووس. دندانهای همه جانوران در پیری سیاه می شود. دندانهای اسب سپیدتر. اسب طبع لطیف دارد و اسب با مادر و خواهر جما نکند و از اسب شناور نکو برمیخیزد. در باورهای مردم کلاب اسب مرتبه و جایگاه خاصه دارد. وقت و زمان را نیز نیاگان ما با حرکت اسب در مقایسه می گرفتند. اسب در طول تاریخ دراز همچون چینک و ارزش پذیرفته شده بود. در سالشماری شرقی برایش مقام اختصاص دادند. درباره مردانی که در این سال زاده شدند، خلق و خصلت نکو را پیشگویی می کنند. آنها پرکار، دلباخته عمل و صبور و خوشباورند. در حالتهای نهایت دشوار خود را اداره می کنند و به احساسات دادن نمی شوند. این صفت‌های است به آن مردانی که در سال اسب زاده شدند. دانندگان حال اجتماع در خوابنامه‌ها از خوشفالی صورت اسب در خواب تعبیر کردند. شخصی که در خواب سوار اسب است به دولت و سروری خواهد رسید. در مجموع اسب در خواب شرف و اعتبار، عنوان و درجه، ارجگذاری و سخاوت و دستگشادی است. خزینه ادبیات ادبی و گفتاری ختلان با مقال و مثل‌های بحث بخشیده دارایی افزوده است.
حوادث و پدیده‌های اجتماعی با خو و خصلت اسب در مقایسه و برای پرورش انسان‌ها محاکمه می‌شود. زیرا اسب همچون چینک مقایسه و شریک استوار انسان مدت عصرها باقی ماند. مقال و مثل‌های اسب در تگ پای صاحبش نلنگد، اسب نجیب را یک تازیانه بس، اسب نغز هم گاهی پیشوا می‌خورد، اسب ران را می‌شناسد، اسب و خر همبو می‌شوند و همخانه. دشمن اسب پای اسب، اسبدار دولتدار است و غیره مالامال حکمت و اندرزن. شنونده ارجمند، پیشگفتار طولانی از باب اسب به خاطری بود که اسبان مشهور ختلی با تاریخ کهن چارواداران سرزمین‌های پروسعت آریایی علاقمند است. در بسیار وقت نقش کارساز و حل کننده داشته است. ختلان در این روند موقع مهم جغرافی را اشغال نموده، اساس باختر کهن را تشکیل داده در مداومت عنعنات و رسوم پیشگامی را در دست می داشته. مواد سرچشمه ها در برابر طبیعت زیبا مردان جنگاور و متین کام از اسبان ختلی یاد می آوردند. در این مورد گفته شد و برمیگردیم به صحبت سیاحان که بی واسطه از آب و هوای ختلان بهره گرفتند. جهان دیده همچون خردادبه در برابر گل‌حوض ها از قول گلبان شاه ختلان سخن می گوید، برای آنکه تالاب بزرگ آبشخوری اسبان شاه نیز به شمار می رفت و در سبززار زیبای نزد قصر در چرا می شدند. با گفت گلبان هر روز از چشمه ناسکول اسب بیرون می آمد و با گله همراه و با مادیان ها جفت می گردید. پس از مدت از آنان تایهای غیر مقرری ریزه پیکر، رزمی و زیبای پروازی به وجود آمدند و این مژده را به شاه بردند و خوشنود شد و امر داد تا به یکی زین و لجام زدند. اینی که سوار شد زیر ایران اسب آبسیر و خوشرفتار و پروازی را دریافت. خردادبه می افزاید که همین راوی از عبدالله شهخوشی که در بلخ و اطراف اکناف آن همه او را می شناسند به من چنین گفت: من اسبی از همان جنسی اسبان ختلانی خریدم که بلندی آن از زمین 3 ذراع سیاه و پهنی صغریش 1 ذراع بود. شنونده ارجمند، در چینه که مقایسه ذراع برابر است به 54-55 سانتی متر. از برخورده های راقم سطور عنعنه بنیادی روایت در پیدایش اسبان پروازی و آبی در اساطیر و تاریخ نو نیست. از آثار دینی و مذهبی و شفاهی مانای اپوس گرگوری بگذاریم. در شاهنامه حکیم فردوسی در بخش رفتن یزدگرد به چشمه سو با گفتار مبد و کشتن اسب آبی او را قصه فاجعه انگیز شاه بر رشته نظم آمده است. گفته می شود که یزدگرد از اخترشناسان سبب مرگ و مکان حادثه را پرسید. گفتند که چو بخت شاهنشاه بدرو شود، از ایدر سوی چشمه سو شود. یزدگرد زبان داد که نه به هنگام شادی و نه خشم سوی چشمه سو نخواهد رفت. ولی 3 ماه نگذشت که شاه به خونروی بینی گرفتار آمد. بعد گفتند که مقابل رأی خداوند نمیتوان بود، ضرور است سر چشمه بروی و پیش یزدان پاک نیایش کنی. چنین کرد و از آب بر سر و روی زد که حالش به شد و خون از رفتن ماند و گردنکشی کرد و منی. در همین حالت ز دریا برآمد یک اسب خنگ، سورنگیرد چون گور کوتاه لنگ. کشان دوم و برپا و بریال بوش، سیاه سوم و کفکفکن و شورکوش. شاه امر داد که زینو لگامش بزنند. هر چی کردن اسب آرام بود و شاه پس پای او شد که بند دومش را، که اسب سنگسوم خروشان شد. بغورید و یک جفته زد بر سرش، به خاک اندر آمد سر و افسرش. ز خاک آمد و خاک شد یزدگرد، چه جویی تو زین بر شده 7 گرد. یزدگرد کشته شد و اسب به چشمه لاجورد فرو رفت و ناپدید شد. در ادبیات تاجیک اسبان ختلی مکان پیدایش خود ناسکول را مشهور حوزه فارسی زبان ها گرداندند. در آثار شاعران انوری، اسدی طوسی، فخرالدین گرگانی، خاقانی شیروانی، نظامی گنجوی، ناصر خسرو، اسیری اخسیکتی، خطران تبریزی،
خانی، گلشنی، توغرل و اقبال لاهوری می توان از صفت ختلام و اسبان ختلی برخورد. در باب ملک ختلام و مردمانش گفته شد و نام برده ها اسب ختلی را ریزه، اسب تاز، سبکسیر، چالاک و چابک و در پیکار خیلی موافق و خوشگر و بادپا تصویر کردند. از روی منطق موجب شهرتمندی اسبان جوانمردان دلیر و اسوار و چاواندازان سرزمینند. یعنی هر پهلوان و چابک سوار را با اسبی به خودش مناسب می باید. روند تشکل اسبان ختلی دور و دراز صورت گرفته و شاید نتیجه سلکسیون مردمی است. با روایتی هنوز در زمان اسکندر شهرت اسبان سرزمین تا منزل‌های دیگر رسیده بود. ابو اسحاق استخری از خصوص پرورش اسبان ختلی و انتقالشان به دیگر کشورها و یعقوبی از ذات اسبان بیک‌ها زنجیره شاهان ختلان مواد پیشنهاد میکنند. در حدود العالم کتابی که ذکرش قبلا رفت در صفت سرزمین ختلان آمده است. اندر بیابانها و اندر کوههای وی معدن سیم است و زر و از این ناحیت اسبان نیک خیزد بسیار. در برهان قاطع در خصوص اسب گوید اسبی که از ختل آورند. در شرفنامه منیری به همین معنا و در قیاس و لغات علاوه شده است. اسبان ختلانی اسبان خوبند. حکیم نظامی که زبان شیوه و قصه‌پردازی های شیرین دارد در شرفنامه اسکندر را هنگام حمله به اقوام روس سوار اسب ختلی تصویر می کند. سکندر به آن خنگ ختلی نشست که چون باد برخاست چون برق جست. در دیگر مورد از زیبایی و در دور شهره دوران بودن اسبان می گوید و به سمندان ختلانی در قیاس می گیرد. تکاور سمندان ختلی خرام همه تازه پیکر همه تیزگام و هم خرامنده ختلی کش و دم سیاه تکاورتر از باد در صبحگاه و باز دست بر این قلعی برار پای در این ابلق ختلی درار. چنان گفته شد شهرت اسبان ختلانی در فاصله عصرها زیاد وامانده که ثناگویش نه یک حکیم نظامی بوده است. شعر شروان خاقانی برمز و حالتی تأکید می کند تو را امان ز اهل به که اسب ختلی را بروز معرکه بر استوان به اسهر را. از شهامت حاکم است که خاقانی بر صفتش می پردازد. هدیه ها از 4 گوشه عالم به دربارش می آیند می گوید و مهم آن می نماید که شاهان ختلی در ردیف مصر و روم آمده است. رومی فریستی اطلس، مصری دیهی امامه، ختلی براق ابرش، ترکی و شاق احور. در همین روند می توان ذکر کرد که هر ملک با مال و متاع، چاروا و پرنده مثل طوطی با هین پیوندی مدام دارد و آلات و ساز در ارتباط پایدار بوده است. هیچ مرد دنیا دیده و با فراست و تاجر کتان و پرنیان به ویزنتیه و طوطی به هین نمی برد. در میان روس‌ها نیز مقال تمسخرآمیزی وجود دارد. سسویم سماورم فتولو. و ادامه منطقی از قصیده میرزا حبیب الله شیرازی متخلص با قاآنی در ستایش پیامبر. گیرم که بر این سخنت نافه خطاست، کس نافه ارمغان نبرد جانبی خطا. ختلان و خنگ، چاچ و کمان، روم و پرنیان، توران و تیر، مصر و شکر، هند و توتیا. کرمان و زیره، بصره و خرما، بدخش و لعل، عمان و در حدیقه و گل، جنت و گیاه. به تصدیق اندیشه امان در همین حالت روی میاریم به تاریخ بیهقی شاه را تقاضا بود. 100 پاره جامه همه قیمت از هر دسته، از آن 10 بزر و 50 نافه مشکو، 100 شمامه کافور و 200 میل شاره بغایت نیکوتر از قصب و 50 قبضه تیغ هندی و جامه زرین از 1000 مسقال پر مروارید، 2 پاره یاقوت و 20 پاره لعل بدخشان بغایت نیکو و 10 اسب خراسانی و ختلی بجیل. یعنی شاه وقتی سپارش میدهد که همین کارها را انجام بدهد 100 پاره جامه بیارد که هر کدام قیمت باشد به هر دسته و در آخر در برابر یاقوت و دیگر سپارش میدهد که 10 اسب خراسانی و ختلی زیندار آماده کرده شود.
و هر کجای از رزم و پیکار و هنر دلاوری رفته باشد از اسپان ختلانی همان زمان یاد می شود. چنان ازرقی هیروی شاعر دوران سلجوقیان تاکید می کنند: بیرون فکندن نزه خطی زروی دست و اندر کشیده کوره خطلی به زیر ایران. در کل سرچشمه ها ختلان و اسب توأم می آیند که اشاره نازک از مردمانش در میان هست. اسب که به وجود آورنده امپریه هاست قدرت انسان های وطن پرور رو بیشتر می کند و یا صفت و خلق اسواران را در خنگ و سمند و ابرق و بارا در می یابند. چنان میرزا حبیب الله شیرازی به همین رنگ مثال زده است: باش تا ختلی سمندش از غبار کارزار طرح گردون دیگر در ساحتی ختلان کند. و در جای دیگر قاآنی هم از ختلان و نیز اسپانش یادآور می شود: با حلم بی قیاسش کاه از کوهی الوند، خنگش چو در تکوده و غوغای ملک ختلان. در ادبیات همین قبیل اسپان با عنوان خنگ ختلی، کوره ختلی، سمند ختلانی، باره، سیاه مشکین، اشقر، جانور، قیر و اسپان تخاری یاد می شوند. در آثار فخرالدین گرگانی صفت و صورت اسب تخاری به طریق ذیل آمده است: پیام آور فرود آمد زباره، نباره بود یک پیل تخاره. صدست تازه و 300 تجاره، ز گوهر همچو گردون پر ستاره. شهرت و آوازه اسپان ختلی تا عصر 19 باقی ماند. گلشنی در تاریخ همایون ذکر می کند که اسپان ختلانی را در کتب سلف و سیر و تفسیر متقدم به غایت پسندیدند. از قدیم الحیات این ولایت منشأ اسپان تازه نژاد بوده است و الان نیز اکثر اهالی آن گلتدار است. اسب‌های ختلان در این عصر و زمان نیز مقبول و مرغوب خاص و عام است. در این روند اسناد دیگر هم داریم. جمشید شعله خادم دولتی و ادبی افغانستان می نویسد که در عهد امیران بخارا از منطقه های بلجوان و کلاب هدایای ارزشمند به دربار شاهی با تلهای طلا اسب‌های نامدار ختلی مهیا می گردید. بنا به گفته مؤلف اسبان تخاری یا ختلی در سرتاسر افغانستان با زیبایی، خوشروی و جسارت معروف بودند. جمشید شعله با آنکه خود مفتون اسب ختلی بود می نویسد: رو ایندیج و فاریاب و بلخ و هارتنگ، لاچین و کهندیج است و والیج و دونگ، ختلان و حصار و دنغره سنگ بسنگ، پهنای کنار رود کافور نهنگ، صدها و هزار گله اسپان قشنگ، چون ختلی کزو زنده شده نامی وطن. ختلی اشاره به اسپان شهرتمند است که از دوران به دوران باقی ماند و فراموش نگردید. چنان بارها گفته شد آثار باستانشناسی دلیل‌های آثار خطی را تصدیق می‌کند و به جنبه افتخار و شان و شهرت بودن اسپان دلیل دستک می‌دهد. هنوز سال 1961 از خرابه‌های هولبوک قصر شاهان ختلان 4 اسب درگج تصویر شده به دست آمد. باستانشناس ارکینای غلامова تصویرها را نمونه اسبان محلی قلمداد کرده بود. نکته جالبتر در مهارت پیشوران ختلانی روشن است. آنها در شیشه‌کاری شهره آفاق بودند. در یکی از ظرف‌های شیشگین که معجزه را می‌ماند، اسب آوازه‌دار ختلانی در عمق آن تصویر شده بود. شنونده عزیز، این همه برداشت‌ها به گذشته شایسته در علاقه‌مندی است. در برابر معجزه‌های دیگری سرزمین باستانی اسب ختلی از افتخارات این مرز به شمار می‌رفت. چنانه که چینیان از شهرت بلور و ابریشم سر به آسمان می‌سودند. با این همه شیفته خنگ‌های ختلانی بودند. بنا به آثار سالنامه‌های چینی سونشو و تنشو، اسبان ختلانی در کشور و دربار چیپالی چین خوشخرید بودند. معلومات ها برانند که تا هجوم مغول اسبان ریزه ختلی به منطقه های دیگری جهان فروخته می شدند. از روی نوشته تاریخشناس مشهور فرانسه ژاک لگاف نیز در عصر 13 در اروپا اسبان رزمی ریزه و چالاک پیدا شدند که نه عربی بودند و نه رومی. و به گمان یقین ژاک لگاف اطراف اسبان مشهور ختلانی سخن می گفت که
به اروپا برده شدند. انجام گفتار 11. شما خوانش بدیعی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.